هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، برادران و خواهران عزیز، یک روز قبل از عید قربان را روز عرفه می گویند. فضیلت روزه گرفتن در این روز در احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وارد شده است که آن کفاره گناهان یک سال گذشته و یک سال آینده می شود. برادران و خواهران عزیز، به این حدیث گوهربار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خوب گوش اندازید. حضرت ابو قتاده رضی الله عنه می فرماید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: روزه گرفتن در روز عرفه کفاره گناهان سال گذشته و سال آینده است. روایت مسلم، ترمذی، ابن ماجه و حاکم. یعنی به سبب روزه گرفتن همین یک روز، یعنی روز عرفه، خداوند گناهان 2 ساله بنده اش را می بخشد، یک سال گذشته و یک سال آینده را. همه ما و شما می خواهیم که گناهان ما در پیشگاه خداوند بخشیده شود. خداوند بی‌نهایت با رحم است که با هر بهانه‌ای می خواهد گناهان بندگانش را ببخشد. هیچ کسی گفته نمی تواند که من بیگناهم و من نیازی به آن ندارم. خواه مخواه از بنده گناه صادر می شود، ولی ببینید که با چه بهانه‌های خداوند می خواهد گناهان بندگانش را ببخشد. سبحان الله. برادران و خواهران عزیز، فراموش نکنید که در پیش یک فرصت خیلی ارزشمند داریم. روز عرفه، یک روز پیش از عید قربان. این فرصت طلایی را از دست ندهید. در این روز روزه بدارید و از خداوند طلب آمرزش گناهانتان را کنید و در وقت افطار برای خود و اهل و عیال و برای همه مسلمانان، برای پیروزی اسلام و مسلمین دعا کنید که عزت و سربلندی را نصیب گرداند و ذلت و خواری را از سر مسلمانان دور کند و اتحاد و یک دستگی را نصیب مسلمانان گرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علی من اتبع الهدى. حکم شرع و سنت است، جزو رکن دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه. با طلوع عطر ماه رمضان، شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است.